درود به شما. به قسمت آموزش دیگه خوش اومدید. تو این قسمت ما بریم لاستیک رینگ اسپورت رو با هم دیگه طراحی کنیم. اگه قسمت‌های قبل رو دیده باشید، ما رفتیم رینگ اسپورتش رو طراحی کردیم. الان میایم که لاستیک اون رینگ اسپورت هم براش درست کنیم تا این مجموعه کلا دیگه کامل بشه. این پیشنهاد یکی از دوستان بود که لاستیکش هم درست کنیم، پس ما بریم همین کارو انجام بدیم. بریم برای ادامه ویدیو. از منوی فایل پارت جدید رو باز می‌کنیم. اوکی. دوستان، شکل اصلی این لاستیک رو ما قراره با ریوالو طراحی کنیم و ریوالو ما یه جوریه که یک طرفی که ریوالو انجام دادیم، طرف دیگه‌ش رو با آینه درست می‌کنیم. پس بریم که روی رایت پلین یه لفت کلیک و اسکچ درست کنیم. ما دو تا خط راهنما استفاده می‌کنیم. همونطور که خودتون می‌دونید برای ریوالو همیشه یه خط راهنما نیازه. بریم ما اینجا الان دو تا درست می‌کنیم چون قراره که این خط عمود رو یک اندازه‌ای بهش بدیم. 301.7 و الان میریم که شکل اصلی مدل اون رو بکشیم. یه خط افق داریم، بعد همینجا خطمون رو قطع میکنیم، یه خط عمود اینجا میکشیم، افق به این صورت. دوباره میایم قسمت بالا، این خط من کج شد، روش میتونم یه کلیک کنم و ورتیکال رو بهش بدم. دوباره از این قسمت اگه بیایم یه خط عمود میکشم و یه افق هم اندازه با همین خط افق بالا. این دو قسمتی که ارتباط به هم ندارن و قراره با اسپیلاین درست کنیم. اول میایم اندازه این خطوط رو بهش میدیم، آخر سر میایم اون اسپیلاینی که میخوایم رو وارد میکنیم، چون اینطوری اندازه گذاریمون خیلی راحت‌تر میشه و شکل کلیمون خیلی به هم نمیخوره. اسم دایمنشن یه اندازه 60 میلیمتر، اندازه پایینم 60 میلیمتره. میتونم اینو انتخاب کنم و خط پایین اکوال رو بهش بزنم، ریلیشن اکوال، و این اندازه 8 میلیمتر. دوباره میتونم مثلا این خط رو انتخاب کنم، اندازه های دیگه که مثلا 8 میلیمتره، این خط و حتی این خط و هر خطوطی که اندازش میدونم همین 8 میلیمتره، اکوال رو بهش میزنم. میتونم اینو کلا بگیرم بکشم بیارم اینور. این اندازه 26 میلیمتر و این نقطه اینجا رو انتخاب میکنم و این نقطه هوریزونتال رو بهش میدم که توی مسیر قرار بگیرن. اینو میدونم که پایین بود، میکشم میارم قسمت پایین. این خط این کنار رو انتخاب میکنم و این خط راهنما رو، این فاصله کلی رو بهش میدم 118 میلیمتر و حتی به صورت افقی این قسمت با این قسمت 68 میلیمتر. الان میام اسپیلاین رو میکشم. این قسمت بالا دقت کنید اسپیلاین داریم. یه نقطه اینجا دوستان دقت کنید اسپیلاین 3 نقطه است. یه نقطه هم این قسمت و نقطه پایانی هم قسمت پایین. الان من میدونم این اندازه این نقطه با این قسمت پایین 62 میلیمتره و حتی اندازه افقیش از اینجا تا این خط راهنما 98 میلیمتر. خب الان اسپیلاین من فولی دیفاین شده ولی من اینو نمیخوام. اگه روی اسپیلاین یک کلیک کنم یه چند تا اهرم برای من نشون میده. هر کدوم از این نقاط دو تا اهرم داره ولی نقطه‌ای که طرف دیگه‌اش به اسپیلاین متصل نیستش یه اهرم داره. من یکی از این اهرم‌ها رو بگیرم بکشم، این اسپیلاین من از فولی دیفاین در میاد. الان شاید خطش هنوز مشکی رنگه ولی در اصل فولی دیفاین نیستش. این اهرم‌ها هم توی می‌بینیم آبی رنگه، همینطوری تکون می‌خوره. ما میایم اندازه رو بهش میدیم. اهرم اول یک کلیک میکنم و ریلیشن به این میدم، هوریزونتالش میکنم. وقتی این اسپیلاین هوریزونتال بشه این طرف، یعنی این که این اسپیلاین با این خط افق مثل این میمونه که ریلیشن تنگت بهش داده باشیم یا همون ریلیشن خط مماس. و حتی این اهرم این یکی رو بهش ورتیکال میدم چون به خط عمود متصله. یه حالتی پیش میاد توی اسپیلاین ما یه اهرمی رو نمیخوام اصلا دست بزنیم. الان من این اهرم رو تکون دادم، میخوام برگرده به حالت اول. فقط کافیه روی این اهرم یه کلیک کنم و دیلیت رو صفحه کیبورد بزنم. مثلا این میمونه که اصلا به یه اهرم دست نزده باشه. همونطور که میبینیم هنوز همونطوری توسی رنگه، کاری به کارش نداشتیم. ما میایم فقط همین دوتا اهرم رو تغییر میدیم. الان من ریلیشن به این اهرم دادم ولی هنوز یه چیز دیگه مونده که فول دیفاین بشه. یه اندازه‌ام باید بهش بدم، شاید این اهرم کش بیاد. 45 وارد میکنم، میبینم که ذره جمع شد. این یکی هم همین 45. خب این الان اینجا کارمون تمامه. همونطور که می‌بینید مشکی رنگ شد که فولی دیفاینه.
این قسمت هم میتونیم اندازه بدیم، یعنی این خط تا این خط، این هم اندازه 8 میلیمتر پریدیفاین بشه. دیگه من نمیدونم دو تا اسپلاین استفاده کنم، میتونم یه اسپلاین دیگه خیلی راحت کنار این بکشم. این قسمت آفست انتیتیز داریم، اینو من کلیک کنم میام برای این اسپلاین رو انتخاب میکنم. اینجا سلکت چین داره، یعنی به صورت زنجیره‌ای برای من انتخاب کنه. من اینو نمیخوام، این تیکو برمیدارم که فقط همین اسپلاین رو انتخاب کنه و ریورسش میکنم که برعکس بشه، به سمت داخل بیاد. اندازه‌اش هم میدونم دیگه، خیلی راحت 8 میلیمتر. الان اگه اوکی بزنم کاملا فیت میشه با همین قسمت. دیگه نیازی نیست حالا ریلیشناشو چک کنیم، چون میدونیم که دیگه بدون مشکل این قضیه. میایم از قسمت رکتنگل یا همون مستطیل، توی اسکچ اگه بریم این قسمت رکتنگل رو داریم. از نوع اولش یعنی نقطه اول یک گوشه، نقطه دوم هم گوشه دیگه. اینجا یه مستطیل درست میکنیم، بعد دوباره مستطیل، این بار از نوع مرکزش تا این حدود یه مستطیل اینجا، بعد دوباره مستطیل نوع اول این قسمت درست میکنیم تا بعدا اندازه گذاری بهش بدیم. این خط 4 میلیمتر، برای اینکه خطوط دیگه هم به همین اندازه بشه بقیه خطوط هم انتخاب میکنیم. این سه تا خط و اکوال رو بهش میدیم. الان میدونیم که این خط با این خط بالا تماس پیدا نکرده، میتونم این رو انتخاب کنم و خط بالا رو. یه چیزی داریم به اسم کولینیر، این ریلیشن کولینیر یعنی همراستایی انتخاب کنیم میاد رو همون خط. الان میایم اندازه ضخامت این خط رو میدیم 5 میلیمتر، این قسمت 6 میلیمتر و مستطیل داخل 4 میلیمتر. دست این مربع میشه، تو اون قسمت عمودش هم 4 میلیمتر بود. الان کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که یه خط راهنما میاریم، از این گوشه تا این گوشه میکشیم. الان میتونیم متوجه بشیم که قسمت مرکز این دوتا روی کدوم قسمت این خط راهنما قرار میگیره، ولی قبلش باید اندازه رو وارد کنیم. چه اندازه؟ یعنی اندازه این قسمت تا این قسمت، اندازه کلی شما وارد کنیم 45 و 3 دهم. پوینتر رو میاریم روی این خط راهنما، خودش نقطه مرکز رو ما نشون میده، یک کلیک روش میکنیم و روی قسمت مرکز این مربع هم یک کلیک میکنیم، ریلیشن ورتیکال رو بهش میده و اوکی. میبینید که اومد مرکز. این قسمت هم یه بریدگی داریم، این هلال رو ما نیاز داریم. دوباره میایم آفست انتیتیز، این بار به جای 8 4 رو وارد میکنیم، نصفش یعنی ریورس رو میزنیم. اوکی. دستور لاین، دو تا خط عمود میکشیم. ضخامتش هم این 4 میلیمتره و فاصلش از این قسمت تا این خط 35 میلیمتر. تریم انتیتیز رو انتخاب میکنیم، این قسمت بالا تریم انتیتیز که بیایم خطوط اضافه رو حذف کنیم، این خط و این خط. الان میبینم این خط هم حذف شد، کنترل زی میزنم برمیگردم به حالت قبل. معلومه که ریلیشن نداره، میارم پایین تا اتصال کنه به این خطه. دوباره تریم، این خط هم حذف میکنه. الان دیگه کار ما با این اسکچ تمام شد. راه سریع‌ترش هم اینه که بدونین که از اسکچ از اینجا بیایم بیرون، بریم تو قسمت فیچرز و ریوالو رو انتخاب کنیم. اون خطی که میخوایم ما گفته به حسب چه خطی گردش پیدا کنه، ما این خط راهنما و این اسکچ رو انتخاب میکنیم. بیایم روی این قسمت، یه حالت هایلایتی برای ما میشه، این رو انتخاب کنیم برای ما این قسمت رو میکشه. پریویوش هم به ما نشون داده، میدونیم که اوکیه و تمام. این یه نیمه لاستیک ماست. خب دوستان، برای آج یه ترفندی هستش که ما استفاده میکنیم. ما میریم توی بحث صفحه ها. سایبوکس یه تبی داره به اسم سرفیس. این سرفیس شاید برای شما فعال نباشه، روی یکی از همین تبایی رایت کلیک کنید، بیاید تو قسمت تب این سرفیس رو فعال کنید. وقتی وارد سرفیس میشیم، گزینه آفست سرفیس رو اگه انتخاب کنیم، ما باید چند تا صفحه انتخاب کنیم. میایم قسمت درون لاستیک، این صفحه و این صفحه رو انتخاب میکنیم. کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که یک اندازه ما بهش وارد کنیم 4 میلیمتر، ولی جهتش برعکسه. همونطور که پریویوش رو ببینیم اومد به سمت داخل، ما میخوایم به سمت بیرون بره. این فعل شما یک کلیک کنیم میاد به سمت داخل. همونطور که میبینید دقیقاً هم سطح با همین قسمت بریدگی‌ها و اوکی. این صفحه به چه دردی میخوره؟ من میخوام از قسمت خارج لاستیک یه اکسترود کاتی انجام بدم
بگم که این اکسترود کاتمو تا این صفحه پیش برو برام. پس این صفحه یه کار راهنما بر من انجام میده که یه حدی رو براش من انتخاب میکنم. حالا توی روند کار بهتر متوجه میشیم. قبل از هر کاری فراموش نکنیم که این سرفیس رو میتونیم هاید کنیم. یه لفت کلیک و هاید بزنیم. خود سرفیس رو ما نیاز نداریم، فقط اون بحث راهنماییشه. روی رایت پلین این دفعه دوباره اسکچ و یه خط راهنما افقی میکشیم. دوستان من میتونستم از پلین استفاده کنم برای این کار، ولی من همین رو میام روی اسکچ میکشم که ترفندی هم بهتون گفته باشم که بعضی از چیزا رو میشه حتی بدون پلین هم اون اسکچی که میخوایم رو بکشیم. الان دو تا خط عمود دوستان دقت کنید از قسمت سمت چپ روی خط دوم اینجا من یه خط عمود میکشم، بعد دوباره یه خط عمود میام این قسمت یه ذره کوچیک‌تر، اندازه هاشون رو بهشون میدم. این خط 30 میلیمتره، خط بالا 2 میلیمتره. حالا میام اسپلاین این دو تا قسمت رو با هم دیگه متصل میکنم. اندازه هاشون رو میدم. اول فاصله این دو تا خط نسبت به هم 55 میلیمتر و این قسمت نقطه پایین تا این خط راهنمای افقی 58 میلیمتر. الان دوباره میبینیم که فولی دیفاین شده. دوستان گول این قضیه رو نخورید. اگه روی این خط کلیک کنیم بازم میبینیم که سعی داره که ما رو گول بزنه، ولی اگه دقت کنیم میبینیم که این اهرم‌ها این قسمت مخفی شدن. اگه ما اینو بگیریم این اهرم و این اهرم رو اینور میتونیم پیدا کنیم. این اهرم رو میکشیم دوباره هوریزونتال. این قسمت هم که به خط عمودی متصله ورتیکال. البته هر دوش به عمودی متصله ولی بستگی به خود مدلمون داره. دوباره اینم همینطور، اینو هوریزونتال، این قسمت هم ورتیکال. دوباره اهرمش مخفی شده، توسی رنگ شده، ورتیکال بهش میزنیم. حالا اندازه اهرم مونده. این اهرم 95، اهرم پایینی 80، اهرم بالایی 25 و اهرم پایینی اگه دقت کنیم میتونیم خود اهرم رو بکشیم ببینیم که کجا قرار داره. این مقدار شکلمون به هم ریخت. کنترل زی میزنم میارمش پایین که به هم نخوره. دوباره اندازه اهرم رو میدم 5. یه شکل دیگه هم مثل همین کوچیکترش رو این قسمت ما داریم. یه خط عمود اینجا و یه خط عمود هم تقریبا این اطراف. اندازه این خط 8 میلیمتر و این خط هم 2 میلیمتر. میتونم اینو انتخاب کنم و خط بالا رو اکوال رو بهش بدم. فاصله شو میدیم از این خط تا این خط 25 و این قسمت یعنی از اینجا تا اینجا 32. یه فاصله عمودی مونده از این نقطه پایین تا این قسمت 17 و میرسیم سراغ اسپلاین. دوباره اسپلاین ها رو دستکاری میکنیم. این اهرم افقی، اینی که اهرم استثناء دوستان. این اهرم من یه انتخاب میکنم، الان اهرم انتخاب کنم و این خط راهنما رو یه زاویه میتونم بهش بدم 120 درجه و اهرم‌های پایین هم دوباره همین کار رو انجام میدیم براشون. این اهرم عموده، این یکی هم همونطور که هست زدید افقیه. حالا اندازه ها این قسمت 32، اهرم پایینم 40، اهرم بالا 25 و اهرم پایین 5. خیلی خوب، کار ما تموم شد. از اسکچ نمیایم بیرون، همینجا میریم اکسترود کات. خب اون ترفندی که من بهتون گفتم بدون استفاده از پلین میتونیم ما آفست بدیم. ما قرار بود پلینی خارج از این قسمت لاستیک درست کنیم دیگه. میتونیم همینجا گزینه فرام داره، این قسمت رو باز کنیم، آفست انتخاب میکنیم و اینجا یک اندازه 300 میلیمتر 350
که از این لاستیک بزنه بیرون. یعنی در اصل انگار مثلا ما این اسکچ رو این قسمت کشیدیم، مثل این میمونه که پلین رو اینجا درست کرده باشیم. با این کار دیگه لازم نبود یه پلین اضافه درست کنیم و درخت طراحیمون رو پیچیده کنیم. اینجا میایم سراغ اون قسمتی که ما قبلا قضیهشو گفته بودیم. آب تو سرفیس رو ما اگه بزنیم این درخت طراحی باز میکنیم، اون سرفیسی که ما درست کردیم قبلا اینو الان انتخاب میکنیم. میگیم آقا اینجا که ما الان اسکچمون هستش به عنوان مثال، تا این صفحه‌ای که من انتخاب کردم برشکاری رو انجام بده. الان اوکی رو میزنم، دقیقاً اومد اون برش رو انجام داد تا اون صفحه‌ای که من قبلا درست کرده بودم، یعنی این صفحه‌ای که اینجا ما داشتیم. خب شاید برای شما اصلا سوال پیش بیاد که چرا اصلا از این صفحه استفاده کردید. میتونستی همینو مثلا اینجا استودکاتی که درست کردید به جای آب تو سرفیس بزنیم آفست فرام سرفیس، یه آفست 4 میلیمتری از این صفحه رویی به سمت داخل بدیم که همون 4 میلیمتر بریدگی رو برای ما درست کنه. اینجا بحثی که ما داریم اینه که اگه من بخوام اون کار رو انجام بدم این بریدگی رو دیگه من ندارم. اگه دقت کنید این بریدگی که این قسمت به سمت داخل رفته دوستان، اگه دقت کنید یعنی این قسمت ضخامتش از این قسمت بیشتره. من فقط با این صفحه‌ای که اینجا دارم میتونستم یه همچین کاری انجام بدم. اگه اون کارو من میخواستم یه بریدگی تخت فقط درست میشد، من اینو نمیخواستم. خب الان دیگه فکر کنم خودتون هست دارید بعد چیکار کنیم. میریم تو قسمت لاینیر سیرکولار پترن رو انتخاب میکنیم. اول از همه اون فیچری که میخوایم انتخاب میکنیم، همین بریدگی که اینجا داریم و جهتش رو این لبه این دایره رو انتخاب میکنیم. تعدادی که ما باید براش درست کنیم 23 تاست و اوکی رو میزنیم. این از آج ما. ممنون که تا اینجای ویدیو همراهم بودید. اگه میخواید سایبوکس رو به صورت اصولی یاد بگیرید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آیندهش رو از دست ندید. الان میایم فیلت گذاریاشو انجام بدیم. یه مقدار فیلت داره این لبه رو و این سه تا لبه کلا انتخاب بشه. اندازه که میدیم 2 میلیمتر و اوکی. و کار ما همینجا تمام نمیشه. قبل از اینکه ما بخوام آینه رو به این سمت انجام بدیم میایم آرممونم روی این قسمت لاستیک مینویسیم. حالا یک نوشته روی این لاستیک درست میکنیم. قبل از اینکه کار انجام بدیم دوباره از همین ترفند صفحه بعد استفاده کنیم. پس میایم تو قسمت سرفیس دوباره آفست سرفیس این قسمت انتخاب میکنیم و این دو تا صفحه بیرون رو انتخاب میکنیم به عنوان سرفیسمون. اندازه که اینجا بهش میدیم 1 میلیمتر. جهتش دوستان دقت کنید که به سمت داخل بدید. الان این صفحه ما اگه دقت کنید پریویوش معلومه، یه خط زرد رنگه. 1 میلیمتر از این صفحه رفته داخل تر. فراموش نکنیم بهتره که دوباره اینو هاید کنیم. الان یه نورمال تو صفحه‌ای که ما نیاز داریم فرانت پلینه. یه اسکچ روی فرانت پلین درست میکنیم. یه خط راهنمای عمود و یه دایره تا این حدود و شعاع این دایره رو ما داریم. الان قطرش رو میتونیم وارد کنیم. شعاعی که ما داریم 256 و 5 دهمه ضرب در 2 میکنم که قطر بشه و با دستور لاین 2 تا خط به این شکل میکشم. میام زاویه‌اش رو بهش میدم 90 درجه. یه زاویه دیگه لازمه. اینو اگه من 45 بکنم دقیقاً مثل وی میشه، میاد این قسمت وسط. تریمینتریز استفاده میکنم. این دایره اطراف رو حذف میکنم و اوکی. کاری که اینجا انجام میدم روی این یک کلیک میکنم، همینجا یه مربعی برای من میاد. اگه نمیخواد میتونید یه رایت کلیک بکنید و اینجا کانستراکشن جیومتری داره. اینو کلا تبدیل به خط راهنما میکنم. من خط راهنماشو نیاز دارم. خب ما گفتیم که نوشته میخوایم. برای نوشته این قسمت تکست رو داریم. تکست رو کلیک کنم، اول از همه اون نوشته که میخوام رو اینجا مینویسم. اینجا میام تو این قسمت این یوز داکیومنت فونت رو برمیدارم و میام تو قسمت فونت. اینجا من فونتم رو درست میکنم. فونتی که من اینجا انتخاب میکنم تو بیشتر ویندوزها این فونت رو ما داریم به اسم سگو یو آی. میام پسته پایین نوع بلکش رو انتخاب میکنم. از بولد یه مقدار ضخیم تره. اینجا پوینت رو انتخاب میکنم و بزرگترین پوینتی که ما داریم 72 و اوکی. میبینم که نوشتم اینجا درست کرد. نقطه شروعش رو از همین نقطه اوریجین برای من
درست کرد تا این قسمت. من میخوام الان روی این خط راهنمای هلال شکلم این نوشتن بیاد روی این خط. پس برای این کار خودش اینجا داره کرو داره، من این خط هم انتخاب میکنم. الان نوشتن اومد روی این خط ولی محل قرارگیریش اشتباهه. میام تو این قسمت. اول میگم که این نوشتن بیار رو قسمت مرکز این خط. بعد کار دیگه که انجام میدم میگم وارونش کن به سمت بالا. و یه کار دیگه هستش که آینش کن به سمت چپ و راست. الان کاملا نوشتن درسته و اوکی رو میزنم. الان میام تو قسمت اکسترود باس. میگه که اسکچ هم فولی دیفاین نیستش. به خاطر این نقطه است احتمالاً. اکثرا این نقطه رو به عنوان فولی دیفاین در نظر نمیگیره. من میتونم اینو انتخاب کنم، اینو فیکس بزنم. مشکی رنگ بشه، دیگه نباید الان ارور بده. بله. خب الان همونطور می‌بینید دوباره این محل قرارگیری اسکچمون اشتباهه. اشکالی نداره. میایم تو قسمت اکسترود باس. الان همین اسکچمون رو انتخاب می‌کنم. من دوباره میگم آفست کن برام. آفستی که اینجا من میزنم 125 میلیمتر. 125 میلیمتر مقدار زیاده. 120 چطوره؟ هنوز نمیتونیم تصمیم بگیریم. قبلش میایم اون صفحه رو انتخاب میکنیم، سرفیس. و دوستان این قسمت اون صفحه رو ما داریم، اون که درست کرده بودیم. این صفحه رو انتخاب میکنم. الان ببینید ضخامتش چقدره. یه مقدار بازم زیاده. اگه مثلا 118 بهش بدیم شاید مناسب باشه. 118 دوباره میتونیم ادیتش رو انجام بدیم اگه مشکلی پیش اومد. بله همونطور که میبینید این مقدار نوشته رفته داخل. اشکال نداره. دوباره ادیت میزنیم، همون 120 درست میکنیم. و الان نوشته کاملا برجسته است. خب دوستان نکته‌های ویدیو تا اینجا تمام نمیشه. الان من مثلا میخوام یه نوشته دیگه همین قسمت پایینم درست کنم. کاری که شاید خیلی از دوستان انجام بدن اینه که بیان دوباره دستور آینه رو استفاده کنن، میرر. اینجا فیچری که ما میخوایم همین اکسترود باس و میگیم مثلا بر اساس صفحه تاپ این آینه رو برای من انجام بده. ولی خب ببینید چه اتفاقی میفته. الان اگه من برگردم به این سمت میبینم که کلا تمام نوشته من وارون است. پس دستور آینه روش مناسبی برای آینه کردن نوشته نیستش. میانم دوباره پاک میکنم اینو. خب الان راه حل دوم چیه؟ این راه حل کاملا جواب میده. اینجا لاینیر پترن داشتیم، میایم رو قسمت سیرکولار پترن. ما با دستور سیرکولار پترن میتونیم اینو کپی کنیم. یعنی دوباره اینجا فیچرز، دوباره میایم این اکسترود باس رو انتخاب میکنیم. دایرکشنش رو این دایره، الان تعدادش خیلی زیاده 23 تاست. ما 2 تا میخوایم. یعنی یکی دیگه کنار این درست کنه. الان اگه اوکی رو بزنیم می‌بینیم که دقیقاً این همون حالت آینه ولی به صورتی که کاملا نوشتمون درسته. خب دوستان این الان یک طرف لاستیک ما درست شد. میریم که آینه رو انجام بدیم که اون طرف لاستیک هم درست بشه. پس میریم همین قسمت میرر، اول فیچر. دوستان دقت کنید شاید بیاد این فیچر انتخاب کنید. الان خودم داشتم اشتباه میکردم، انقدر عادته. ما میخوام کلا این بادی رو انتخاب کنیم. پس فیچر نمیریم، میریم تو قسمت بادی. این بادی رو اگه ما اینجا بیایم میتونیم اینجا این بادی رو انتخاب کنیم. یعنی یک کلیک رو این بزنم این بادی انتخاب میشه. راه دیگه‌ش اینه که از تو درخت طراحی انتخاب کنیم. من خودم عادت دارم که از تو درخت طراحی اینو انتخاب کنم. یعنی این قسمت هم باز میکنم، سالید بادیزو اینو انتخاب میکنم و بر اساس اون صفحه‌ای که من میخوام ببینم که کدوم صفحه است. فرانت پلین و فرانت پلین رو به عنوان اون صفحه انتخاب میشه و اوکی رو میزنم. الان این آینه رو برای من درست کرد و لاستیک هم کاملا درست شد. بله دوستان همینطور که من حدس میزدم شما هر نوشته‌ای که دارید اصلا آینه جوابگوش نیستش. همونطور که می‌بینی الان نوشته این سمت برعکس شد. پس کاری که میتونم انجام بدم اینه که برم درخت طراحیمو یه نگاه بندازم. ما 2 تا فیچر داشتیم که مربوط میشد به این نوشتمون، یعنی اون باس اکسترودمون و اون سیرکولار پترنی که این پایین بودش. با صفحه کاری نداریم این 2 تا رو. پس ما میدونیم که این آینه رو اگه بگیریم بکشیم به سمت بالا، یعنی بیاد بالای این 2 تا فیچر، این قسمت دیگه اون آینه رو انجام نمیده. یعنی مثلا این میمونه که ما آینه رو قبل از درست کردن این 2 تا نوشته انجام داده باشیم. خب الان نوشتمون این سمته. میتونیم دوباره همین روال رو انجام بدیم، بیایم این سمت هم نوشته رو مثل هم حالت اول درست کنیم. ولی دیگه حالا زیاد وقتمون گرفته نشه، دیگه روند کارش رو شما متوجه شدید دیگه. اگه خواستید خودتون به عنوان تمرین اینو من بهتون میدم درست کنید. بیاید این سمت هم دقیقاً مثل همین
نوشته رو اینور درست کنیم. خب دوستان میایم الان دیگه به عنوان کار آخر رنگ و جنس این لاستیک رو انتخاب کنیم. حالا برای تعیین جنسش این قسمت متریال ما داریم. اگه یه رایت کلیک روی این متریال بزنم چند تا آلیاژ رو به عنوان دم دستی برای من اینجا میاره. من رابر یا همون لاستیک رو انتخاب میکنم. خب الان رنگش هم تغییر داد ولی اطمینان ندارم به رنگ این لاستیک چون احساس میکنم که مات نیستش این لاستیک. برای اینکه مطمئن بشم همونطور که میبینیم گلاسی رابره. من از قسمت فیچر منیجر اومدم روی این قسمت به اسم دیسپلی منیجر. تمام اون ادیت های رنگ و جنس و اینا رو تو این قسمت برای من میاره. پس اینجا من یه رایت کلیک میزنم، ادیت اپیرینس میزنم، میام قسمت ادوانس سرفیس فینیش. اینجا میبینم که گالس رابریه. اینو من برمیدارم میام رو قسمت اگه مات داشته باشه. من چیزی به اسم مات نمیبینم. خب اشکال نداره، میام بیرون. الان روی این لاستیک یه رایت کلیک میکنم و میام تو قسمت بادی رو انتخاب میکنم. میام خودم از این قسمت رنگش رو انتخاب میکنم. این قسمت سمت راست رابر، اینجا مات داره، یه دابل کلیک روی این میزنم و اوکی. خب الان مات رابر داریم و گلاسی رابر. اینو من یه رایت کلیک و دیلیت میزنم. ریموو اپیرینسز. اگه برگردم به اینجا میبینم که اون جنس هم هنوز رابر انتخاب کرده ولی شکل ظاهریشو من خودم دستی تغییر دادم. خب کار دیگه که میتونیم انجام بدیم مقدار شکلمون جذاب‌تر بشه، این سطح داخلی رو ما باید الان تقریبا اگه اشتباه نکنم 5 تا صفحه این داخل رو من انتخاب کردم. دوباره میام یه رایت کلیک. این بار دوستان دقت کنید که اشتباه نکنید. به جای بادی میایم فیس رو انتخاب میکنیم. فیس رو انتخاب میکنم که فقط رنگ این صفحه رو برام تغییر بده. دوباره همون رابع میام تو قسمت تکسچر. یه تکسچر قشنگ اینجا ما داریم به اسم تکسچر رابر. اینو یه دابل کلیک میزنم و میبینیم که یه سطح حالت ترداری برای ما درست کرده. خیلی شبیه همین سطح داخل لاستیکه. من از این خوشم اومده. همینو میذارم باشه. خب الان دو تا ما داریم. یه کار دیگه که انجام بدیم که خیلی به نظرم مهمه، اینو یه رایت کلیک میزنیم و میایم تو قسمت فیس دوباره. این هم همون لاستیک نوع مات انتخاب میکنیم ولی میایم اینو یه ادیت انجام بدیم. رنگش رو اینجا ما تغییر میدیم. روی همین قسمت کالر ایمیج رنگ سفید رو انتخاب میکنم و اوکی. دیگه با چیز دیگه کاری ندارم. خب الان یه دونه انتخاب کردم. شاید بگید که چرا الان یه دونه انتخاب کردید. راه راحتش اینه که دوستان اگه چند تا صفحه باشه، زیاد باشه تعدادش، بخواد همه رو انتخاب کنید، اینه که یه دونه از صفحه رو انتخاب کنید، اون رنگ رو بهش بدید، بیاید تو این قسمت دوباره ادیت اپیرینس بزنید و این قسمت مربع که انتخاب شده باشه. الان بیاید تک تک این صفحه رو انتخاب کنید. کار ما الان خیلی سریعتر انجام میشه. تا حالا بیاید مثلا همه صفحه رو انتخاب کنید، شاید اشتباهی اون صفحه ها از انتخاب برداشته بشه. همینجا هم برای شما میاره که چه صفحه‌ای انتخاب کردید و میتونید همینجا مثلا حذف کنید اگه صفحه اشتباه انتخاب کردید. یه رایت کلیک میزنید و دیلیت رو انجام میدید. و اوکی. خب دوستان این لاستیکمون تمام شد. میریم تو قسمت اسمبلی که این لاستیک روی همون رینگی که طراحی کردیم اسمبلیشو انجام بدیم. و شاید برخی از دوستان نمای واقعیشون فعال نیستش. نمای واقعی یعنی اگه تو این قسمت بیاید ویو ستینگز ریل ویو گرافیکس شاید برای شما فعال نباشه. سایبوکس به صورت دیفالت این گزینه رو فعال نکرده. من ویدیو روش فعالسازی این ویو رو دارم، لینکش تو قسمت بالا برای شما میاد. اگه خواستید برید اون ویدیو رو ببینید و برای خودتون فعال کنید اگه فعال نیست برای شما. یه سیو انجام میدیم و میریم وارد قسمت اسمبلی میشیم. خب دوستان این رینگی هستش که توی یکی از ویدیوهای قبلی ما طراحی کردیم. اگه دوست دارید که این رینگ هم طراحی کنید، تقریبا یه رینگ مدل پیچیده حساب میشه. شاید مثلا لازم باشه که دوبار ویدیو رو کامل ببینید که مثلا این رینگ رو کاملا مثل همین طراحی کنید. الان ما تو قسمت پارت هستیم. این قسمت فایل میتونم بگم که make assembly from part، یعنی این پارت رو ببر توی اسمبلی. الان ما رفتیم وارد محیط اسمبلی شدیم. اینجا اگه یک کلیک کنم لاستیک رو برای من آورد. دوباره insert components میزنم و رینگم هم فراخوانی میکنم. اولین کاری که تو محیط اسمبلی من همیشه بهتون گفتم اینه که ببینید کدوم مدلاتون فلوت، کدوماشون فیکسه. برای این کار همونطور که میبینیم این قسمت یه F ما داریم، یه دونه اینجا ما منها داریم. میدونیم که این فیکسه. یه رایت کلیک روی این میکنم، اینجا فلوت داریم. من فلوت رو میزنم.
فلوت رو وقتی بزنم این لاستیک من وقتی بگیرم بکشم تکون میخوره. کار دومی که انجام میدیم ببینیم که نقطه مبدأمون کجاست. روی این قسمت ویزیبیلیتی میایم و اوریجین رو انتخاب میکنیم. 3 تا نقطه برام آورد. نقطه‌ای که هیچ جسمی روش نیست میدونیم که همون نقطه اوریجین ماست. پس میایم تو قسمت میت، این قسمت بالا، قسمت اسمبلی و میت. من میخوام این رینگمو فیکس کنم، یعنی فیکس بشه بیاد روی نقطه اوریجین من و اوکی. همین توی محیط میت میمونم. میگم این صفحه قسمت مرکز رو انتخاب کن و این صفحه این رینگو که هم مرکز بشه با هم و اوکی. حالا از محیط میت میام بیرون. الان میتونم لاستیکم یه مقدار بکشم جابجا کنم، بیارم مثلا تا این حدود. این نقطه ها رو دوباره مخفی کنم به این صورت. دوباره میام وارد میت میشم و یه صفحه من بعد اینجا انتخاب کنم، این صفحه و این صفحه. الان قشنگ چسبید روی این صفحه و اوکی. از این محیط میام بیرون، ولی میتمون کامل نشد. اگه من اینو بگیرم میبینم که لاستیک توی رینگ میچرخه. صورت واقعی نباید همچین اتفاقی بیفته. پس میام تو قسمت میتام. یه جای کار مشکل داره. این میت هم مرکزمو یه رایت کلیک میزنم و ادیت رو انجام میدم. اینجا کانسنتریک یا هم مرکز رو من انتخاب کرده بودم. این قسمت تیک لاک روتیشن رو من میزنم که دیگه قفل بشه و چرخش نداشته باشه. الان اگه من تستم رو انجام بدم میبینم که دیگه چرخش نداره. الان این اسمبلی ما کامل شد. خیلی اسمبلی ساده ای بود. پیچیده ترین قسمت کل این مدل همین رینگه. اگه این رینگ رو طراحی کرده باشید دیگه لاستیک و اسمبلیش کاری برای شما نداره. میتونید الان تست کنید که ببینید اسمبلی ما کامله یا نه، یعنی همه اندازه‌گذاریامون دقیقه یا نه. برای تستمون مثلا میام یه صفحه به عنوان تاپ پلین رو انتخاب میکنیم، میام تو این قسمت سکشن ویو رو میزنم. اوکی. میام ببینم که کار ما به چه صورته. همونطور که میبینیم تقریبا فیکسه. یعنی این مهمه که دوتا مدل توی همدیگه نرفته. برای من میتونم این مشکل هم درست کنم. شمایی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید این یه نقطه پایانیه که خیلی نقطه ارزشمندیه. اینم بهتون میگم که دیگه کارمون تمام بشه تو این ویدیو. خب الان من میدونم که اینجا یه فاصله ایه. چجوری میتونم اینو درست کنم؟ برای این کار شما باید یه تبی رو داشته باشید، تب ایوالویت. اگه ندارید دوباره تو قسمت تب ایوالویت رو فعال کنید. وارد تب ایوالویت میشیم. یه قسمت داریم به اسم میجر رو ما بزنیم این صفحه برای شما باز میشه. شاید اینطوری باشه. این فلش سمت راست رو بزنید تا این صفحه باز بشه. ما الان میایم این دو تا سطح رو انتخاب میکنیم که ببینیم فاصله این دو تا چقدر نسبت به هم. میتونم این خط رو انتخاب کنم و این خط پایینو. اندازه یعنی فاصله که دیستنسی که نسبت به هم داره 0.4. یک کلیک سلکشن میزنم، از اینجا میام بیرون. خب الان سکشن ویو رو برمیدارم. الان من میدونم که لاستیکمو میخوام ادیت کنم. یه رایت کلیک روی این لاستیک میزنم و اوپن پارت رو میزنم. اندازم 4 میلیمتر بود، یعنی بعد قطر این لاستیک 4 میلیمتر کم بشه. میدونم که این ریوالومه. میام تو قسمت اسکچ یه ادیت اسکچ. اینجا 3.1 بود. اینو من یه ادیت میزنم. کنار این یک ماینس 0.4 میزنم و اوکی. ببینید که مشکلمون درست شد نه. قرار از هر کار دوستان دقت کنید که این پارت رو یه سیو انجام بدید که اعمال بشه روی اون اسمبلی ما. میام وارد اسمبلی میشیم. اینجا که الان چیزی نشون نمیده. میام دوباره سکشن ویو. میبینم که کاملا فیکس شد. حدس من این بود که اگه این قسمت من اندازش رو بگیرم این قسمت هم 0.4 میلیمتر هستش. الان کاملا تونستیم ایراد مدلمون رو تو اسمبلی برطرف کنیم. این قسمت پشت رینگه که این قسمت که فیکس شده کافیه. اینجا سالا زیاد اهمیت نداره. برای این دیگه باید بیایم رینگمون رو ادیت بزنیم که این قسمتش درست بشه. اگه خواستید شما میتونید این کار انجام بدید. برای تمرین بیاید این قسمت هم درست کنید که فیکس این قسمت بشه و عکسش رو اگه خواستید تو کانال تلگرام برای من بذارید ببینم که تونستید این کار رو انجام بدید یا نه. یعنی این قسمت فاصله رو اگه تونستید که درست کنید معلومه که کاملا ویدیوهامو دنبال میکنید و تمرینتون کاملا سر جاش هست. پس لینک کانال تلگرام تو قسمت دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم. اگه خواستید جوین کانال تلگرام بشید و نقشه فنی این رینگ و لاستیک هم به زودی تو کانال تلگرام قرار میدم.
پس کانال تلگرام رو فراموش نکنید که عضوش بشید. ممنون دوستان که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید. مدل‌های خیلی جذابی قراره در آینده طراحی کنیم و اگه میخواید با محیط اسمبلی بیشتر آشنا بشید، پیشنهاد من اینه که برید سراغ این ویدیو و اونجا ما خیلی از میتا و گزینه‌های دیگه رو توی اسمبلی با هم دیگه انجام دادیم. منتظر نظر شما توسط کامنت ها هستم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.